ولی ببینید اون چیزی که در واقع دولت تعهد کرده و نمایندگان محترم مجلس هم اون رو پیگیری میکنن و در واقع یک نکته که مورد وفاق هر در واقع سران سه قوه قرار گرفته اینه که ما در شرایط تورمی بتونیم این پوشش محدودی از سبد کالاها رو حفظ بکنیم. این که در اردیبهشت ما قیمت کالاها به چه شکل خواهد بود و میزان مبلغ به چه شکل تغییر پیدا میکنه، اون رو باید ببینیم روند قیمت ها به چه شکل میشه. همون جوری که میدونین در حال حاضر ما با کاهش برخی از قیمت کالاها مثل تخم مرغ و مرغ در بازار روبرو هستیم. بنابراین اگر اقلامی که تحت پوشش قرار گرفتن با کاهش قیمت روبرو باشیم که لزومی به افزایش وجود نداره، اون افزایش هم در اثر تغییرات نرخ ارز باشه، مورد تصمیم گیری دولت قرار خواهد گرفت.